گفتیم که موقع خاکسپاری فردوسی متعصبان شهر اجازه ورود پیکرش رو به قبرستون‌های شهر ندادن. اما چرا؟ مهمترین مشکل اونها با فردوسی مذهب شاعر بود. همونطور که از این ابیات برمیاد، فردوسی شیعه بود و بسیار هم بر این موضوع پافشاری داشت و افتخار میکرد. اما در جامعه دوران خلافت عباسی شیعه ها جایگاهی نداشتند و حتی اونها رو بیدین میدونستند. البته مشکل متعصبان مذهبی با فردوسی محدود به موضوع شیعه بودنش نمیشد. طی این 1000 سالی که از مرگ فردوسی بزرگ میگذره، بسیاری از متعصبان مذهبی چه سنی و چه شیعه معتقد بودن شاهنامه مجموعه افسانه های بیهوده‌ایه که به هیچ دردی نمیخوره و باید فقط قصه پیامبران و بزرگان دینی رو بخونیم. سر این موضوع هم با فردوسی خیلی مشکل داشتن.